سلام دوستا، زیادتر شاگردای ما همینطور زیاد بر ما مسیج میکنه، میگه که چه وقت ما پیدل اینکم تکس فایل کنم، چی رقم یه فایل میشه. و ببینید اول خویی است که ما ایره برتن بگویم که لاست دیت پیدل اینکم تکس هست 15 اپریل است. صحیح شده؟ 15 اپریل لاست دیت است. شما باید تا 15 اپریل، پیش از 15 اپریل باید شما ایره چی کنید، خانه مکمل باید شما ایره فایل کنید. آل کسایی که زیادتر کسا اینجا کنفیوز است و میگه که آیا ما سیلز ندارم، کسایی ما سیلز ندارم یا ما بزنس ندارم، آیا ما هم میتونم؟ او چی میگه ما سیلز ندارم و بزنس هم ندارم، بزنس و LLC دارم، آیا ما هم باید ایره فایل کنم؟ ما هم نیاز به این دارم که ما ایره فایل کنم. ببینید اگر شما پراپیت داری، اگر شما پراپیت داری حتما باید پیدل اینکم تکس باید شما فایل کنید که لاست دیت از 15 اپریل. و اگر شما سیلز داری یا سیلز بزنس شما نداری، باز این ما براتون مکمل میگم. صحیح شده؟ کسایی که ملتی ممبر LLC داره، ملتی ممبر او خو خلاص شده. صحیح شده که 15 مارچ بود، 15 مارچ بود. کسایی که ملتی ممبر LLC نداره او باید چی کنه؟ تا 15 اپریل باید ایره فایل کنه. حالا اگر شما سیلز داری، بزنس یعنی سیلز نداری، شما بزنس هم شما اونجا یعنی امازون اکانت شما جور نیست، شما باید چیکار کنید؟ ببینید کسایی که سیلز نداره، کسایی که بزنس نداره، LLC شما جور است، شما باید چی فایل کنید؟ نل تکس ریترن رپورت باید شما فایل کنید. نل تکس ریترن رپورت است. نل تکس ریترن رپورت باید شما فایل کنید. آل نل تکس ریترن رپورتی خود در فدرال انکم تکس که به ما شما میگیم فدرال فدرال انکم تکس شده، خود در اینجا فایل میشه. و چی رقم ما شما میتونید که ما شما را فایل کنیم؟ ببینید اینجا دو پارم است. صحیح شده؟ دو پارم است که حدود پارم ما شما باید خانه‌پری کنیم. هر یک دیفرنت پارم است. ما هر یک پارم با شما، اگر شما پراپیت داری، سیلز داری، شما باید صرف و صرف یک پارم با شما باید خانه‌پری کنید که اون پارم چی است؟ 5 4 7 2 و این پارم مستقیما از آیرس شما میتونید که بگیرید. صحیح شده؟ اگر شما پراپیت داری، شما باید این فایل باید شما یعنی سیلز داری، شما پراپیت داری، شما باید شما باید این پارم باید شما خانه‌پری کنید. اگر شما سیلز نداری یعنی اکانت شما زیرو است، شما باید این پارم باید شما باید خانه‌پری کنید که 11 20 این پارم است. صحیح شده؟ حالا پارم این خوب بیخی اگر ما به دیتیل میرم، یعنی یه وقت میشه وقتی که شما سیلز نداری، سیلز شما چی باشه؟ صفر باشه. چی وقت باید شما این پارم باید شما چی وقت شما باید خانه‌پری کنید؟ ببینید اول ما میگیم کسایی که سیلز داره، کسایی که سیلز داره او باید کدام فرم باید خانه‌پری کنه. ما مکمل به دیتیل به شما میگیم که شما باید به کجا باید شما روان کنید، چه وقت باید شما باید فایل کنید. این ما اینجا ببینید اگر ما تشریح میتم خب بیخی زیاد وقت میگیره. خب ما اینجا تشریح نمیتم، صحیح شده؟ به خاطر که اگر ما اینجا تشریح میتم می بیخی زیاد وقت میگیره. اول چیز ببینید اینجا در ایریا باید شما LLC شما چی وقت جور شده. این شما میتی کسایی که چی داره، کسایی که سیلز داره. ببینید این پارم است، این پارم است کسایی که سیلز داره. صحیح شده؟ کسایی که سیلز نداره و پارم جدا است، باز اون براتون تشریح میکنم. و شما end date شما اینجا نوشته میکنید. صحیح شده؟ که last date از چه وقت است، یعنی چه وقت باز شما تا آخر 26 شما اینجا نوشته کنید. و بعد از اینجا نام LLC شما میاد، نام LLC خود شما باید اینجا نوشته کنید. و بعد از باز اینجا EIN نمبر شما میاد. صحیح شده؟ اینجا آدرس LLC شما میاد، در این ایریا آدرس LLC شما میاد. و اینجا هم مکمل سیتی استیت تاون میاد. اگر شما سیل داری، هر چقدر سیلز که شما داری شما اینجا نوشته کنید که ما 500 1000 5 لاک هر چقدر سیلز که شما داری شما اینجا نوشته کنید. ما اینا کسایی که LLC داره مکمل به شما صرف پی پارا میره کم خانه‌پری کنید دیگه. و اگر ما اینا به دیتیل میرم ون بای ون تشریح میکنم می بیخی زیاد وقت میگیره، این در نیم ساعتم خلاص نمیشه. صحیح شده؟ بعد از ببینید اینجا باید شما باید پرینسیپل بزنس اکتیویتی شما باید اینجا ای کامرس باید شما نوشته کنید. صحیح شده؟ و این طرف اگر شما می باز اینجا هر چقدر که شما سیل داری اینجا سیلز خود نوشته کنید. total number of forms. صحیح شده؟ این را متر خالی ببندید شما. و اینجا ببینید principal business activity code. در principal business activity code شما چیکار کنید؟ اینجا شما این کد نوشته کنید که از ای-کامرس کد است 454110. صحیح شده؟ این کد است. شما از LLC شما از هر استیت است شما این کد نوشته کنید.
و بعد از اینجا شما ببینید که این طرف ما شما باز میایم، این طرف اگر ما میایم اینجا ببینید دیت اف اینکارپوریشن، کار شما LLC شما چی وقت جور شده با شما اینجا نوشته کنید که LLC ما با این تاریخ جور شده. باز اینجا شما US نوشته کنید، اگر LLC شما از US باشه اینجا شما USA نوشته کنید و اینجا هم شما چی نوشته کنید؟ US نوشته کنید. و بعد از کانتر اف اینکارپوریشن شما اینجا هم چی نوشته کنید؟ US. این طرف اگر شما میای این کجا باید شما این را فایل کنید و هم براتون میگم صحیح شده که کجا باید شما این را فایل کنید. بعد از پارت دوم شروع میشه. در پارت دوم باز چی هست ببینید اینجا شما صرف یک تک مارک میکنید و تک مارک در چی هست که شما این تک مارک کنید شما و این تک مارک کنید. اور اینجا چی میاد؟ اینجا آدرس افغانی شما میاد صحیح شده. اول اینجا نام خود شما میاد و آدرس افغانستان شما میاد صحیح شده. آدرس افغانستان با شما اینجا نوشته کنید و پایین که شما اینجا میای رفرنس آی دی نمبر، رفرنس آی دی نمبر بالا که ما به شما گفتم یه میتونید که شما اینجا اگر نداری شما ان ای نوشته کنید صحیح شده، نوت اتورایزد. و بعد از وقتی که ما شما اینجا میایم ببینید این چی هست، principal country where business located، business conducted با شما US نوشته کنید و بعد از اینجا ببینید country of citizenship با شما افغانستان نوشته کنید و country of citizenship هم با شما باید چی نوشته کنید؟ افغانستان باید نوشته کنید. name and address direct 25% Porians shareholder، اینجا باید نام خود با شما نوشته کنید و آدرس افغانستان با شما مکمل نوشته کنید از هر جایی که آدرس افغانستان شما است صحیح شده. US identify number شما اینجا NA میتونید که نوشته کنید not authorized یعنی ندارم ما. و اینجا رفرنس آی دی نمبر است. رفرنس آی دی نمبر شما میتونید که برای خود یک رفرنس آی دی نمبر جور کنید. فور ایگزامپل من اینجا نوشته کردم AKBAR 001. شما میتونید که برای خود یک رفرنس آی دی نمبر جور کنید، بازو هر وقت با کار شما میایه. و بی پای بی که است این شما ان ای نوشته کنید صحیح شده، بخاطر اینکه شما FTIN نمبر نداری شما این ان ای نوت اتورایز شما نوشته کنید. و پایین که می اینجا ببینید US هست یعنی باید شما اینجا US نوشته کنید در پایپ C و اینجا باید شما چی نوشته کنید؟ AF افغانستان صحیح شده. اینجا هم باید شما چی نوشته کنید؟ AF افغانستان باید شما نوشته کنید. و بعد از 6A می در 6A شما اینجا NA not authorized نوشته کنید صحیح شده. باز این است ببینید که اینجا اگر شما داری اگر صرف LLC خود آنر باشه باید ان شما نوشته کنید صحیح شده، یعنی اگر LLC صرف با نام شما باشه. و بعد از 6B شروع میشه. در 6B شما چی کار میکنید؟ اینجا همینطور خالی باند یا NM نوشته کنید، رفرنس آی دی نمبر پاس رفرنس آی دی نمبر نوشته کنید و اینجا در این خانه که چی است 6B است شما ایرا هم نوت اتورایز نوشته کنید. پایین هم اینجا شما US نوشته کنید صحیح شده که principal country where business is conducted US نوشته کنید و اینجا country of citizenship شما اینجا افغانستان نوشته کنید. اینجا هم شما میتونید که اینجا افغانستان کنید و اینجا چی کنید؟ مکمل این کنید. حالا شما باید صرف چی کار کنید؟ اینجا صرف این پارم باید شما خانه‌پری کنید که این پارم 1 است صحیح شده، صرف این فرانت پارم است. حالا شما اینو کجا روان میکنید؟ چطور شما اینو روان میکنید؟ یه ما براتون میگم صحیح شده. در این ویدیو در آخر این ویدیو ما براتون میگم شما باید اینا کجا روان کنید. حالا ما میگم کسایی که سلز نداره، کسایی که سلز از صفر است او باید چیکار کنه؟ کسایی که سلز از بیخی صفر است او باید چیکار کنه؟ او باید این پارم خانه‌پری کنه که این چی نام داره؟ 1120 صحیح شده. این 1120 پارم است، 1120 پارم باید او چی کنه؟ خانه‌پری کنه که کسایی که سلز از صفر است. و اینجا بالا ببینید حتما باید شما یک چیز باید نوشته کنید که او چی است؟ پوریان ببینید Porian on US disregarding entity این ضروری است باید شما حتما نوشته کنید صحیح شده. و بعد از این در شما start LLC date شما اینجا نوشته میکنید. اینجا باید شما چی نوشته میکنید؟ LLC start date شما نوشته میکنید و end date شما سال 2026 نوشته کنید. این طرف که شما میای اینجا ببینید سلیپ شما در بی employer identification نمبر شما میخواد EIN نمبر شما نوشته کنید و اینجا شما نام خود نوشته کنید و اینجا آدرس LLC شما نوشته کنید صحیح شده. آدرس LLC شما اینجا آمد و این طرف اگر ما میاد دیت اپ incorporated LLC شما چه وقت جور شده این شما اینجا پورت کنید و بعد از اینجا سیتی شهر خود اینجا استیت خود نوشته کنید شما کشور خود نوشته کنید جایی که LLC شما رجیستر است صحیح شده. بس کد اگر شما دارید زیپ کد هم اینجا شما نوشته کنید و توتال assets C instruction اینجا باید شما صفر نوشته کنید. صفر که نوشته کنید در اخیر ببینید دیگه هیچ چیز از شما نیاز نیست صحیح شده. شما اینجا در آخر میای در اخیر این شما امضای خود میکنی
و اینجا نوشته میکنید که شما آنر هستی یا رئیس هستی، شما چی هستی، شما این امضا کنید. ولی که امضا کردی شما باید ایرا کجا باید شما ایرا خانه‌پری کنید. اول ایما براتون میگم که شما باید ایرا در یک وبسایت هست به نام sajda.com. یک وبسایت هست به نام sajda.com sajda.com. در گوگل نوشته کنید، مستقیما در وبسایت شما میتونید که مستقیما ادیت کنید. صحیح شده؟ بعد از اینکه ادیت شده شما مکمل کار زیر خلاص کردی، شما باید کجا باید روان کنید؟ این فایل شما سیو کنید. فایل که شما سیو کردید شما باید به این نمبر شما باید چی کنید؟ پکس کنید. که این پکس چی که شما میتونید گرفته میتونید این براتون میگم. این نمبر است که +1855 877 7737. به این نمبر باید شما چی کنید؟ پکس کنید. اگر شما پکس داری خوب ولم گود، اگر نداری شما میتونید که از hellopax.com شما پری اپ کاست بگیری. یعنی بالکل شما میتونید که پری شما از اینجا بگیری برای چند روز، و یا هم شما از epax.com شما از اینجا پری بگیری و از طریق از این پکس شما این روان کنید. و باز هم اگر شما مشکل در پکس دار شما میتونید که میل هم کنید. صحیح شده؟ از طریق میل هم شما میتونید که روان کنید. صحیح شده؟ از طریق میل هم شما میتونید که روان کنید و از طریق پکس هم شما میتونید که روان کنید. اگر شما پکس داری خوب است، اگر شما پکس نداری شما میتونید که با ما تماس بگیری، ما از پکس خود به شما روان میکنیم. صحیح شده؟ و بالکل پکس شما میتونید که برای چند روز، برای یک هفته شما بالکل پری اپ کاست میگیری. سو این است. ببینید این مکمل به دیتیل ما براتون گفتم. اگر به دیتیل ما وان به من تشریح میکنم شاید از نیم ساعت الی 40 دقیقه زیاد وقت بگیره. سو به این خاطر ما صرف دایرکت به شما نشان دادم که شما باید پارم چه رقم خانه پری کنید و چه رقم باید شما روان کنید. سو این کار انجام بدید. باز اگر شما مشکل در سند کردن پارم داشتید شما میتونید که با ما کانتکت بگیرید یا خودتان شما میتونید که خریداری کنید و روان کنید. تشکر.